جیب کت خدا خالی شدندی، رفقایمان در سوراباد و حوضکده مفلس شدندی و سکه ای نداریم که به آنها بدهیم. با نوای نیشناناش کت خدا شد آشولاش. بابا بس کنید، شما هم که همش آبقوره میگیریدندی. به جای این حرفها بروید در گردنه‌ای که یه خورده تنگه کمین بگذارید و یکی از این شترهای خارکش را بدزدیدندی. کت خدا آقا، بعد از آن که شتر خارکش لندن کلاته را دزدیدیم دیگر شتر خارکشی سمت ما آفتابی نمیشوندی. هر شتری هم که بیاید کلی زره و شمشیرزن محافظش میباشندی. فرفر خنگ بازی در نیار، تو که ختم دغلکارهایی. برو و شترها را بفریب، همین که جلو آمدند قلومبایشان کنید. کت خدا آقا، بالاخره یک شتر خارکش جدید را کش رفتیمندی. آورین. خب حالا این شتر خارکش مال کدام ولایت می باشندی؟ والا معلوم نیست کت خدا، هنوز صاحبی برایش پیدا نشده. کت خدا آقا، دیشب یکی از شترهای خارکش ولایت عراق آباد را جور کرده بودیم که تحریم‌ها را دور زده و خارها را برایمان قاچاق کنندی، اما راهزنان آمده اند و آن را دزدیدندی. چی؟ شتر خارکش؟ عراق آباد؟ فرفر تو رفته ای شتر خارکش عراق آباد را رو بوده ای مشنگ. از قدیم گفتند که دزد ناشی به کاهدان میزند. کت خدای فینیتو نگو، حضرت سود بگو.